بچه همتون اومدین بشین. سلام خاله خوبی عزیزم؟ بشین من بشمارمتون. یکیتون نیست. نمیدونید اسم هم سرویسیتون چیه؟ فاطمه سلیمی. دیگه همه هستین؟ خب خدا رو شکر. بیایید من باهاتون آشنا بشم، اسمتون رو بخونم. فاطمه سلیمی. خاله دیگه دیر نکنی ها، کلاست که تموم میشه همینو میای کنار این در آبیه وای میسی. یعنی نه فقط فاطمه، همتون زود کلاستون تموم میشه میایید دم در. باشه خاله. المیرا صبحانی. عزیزم تو این خوبی دخترم. ببین مامانت به من گو یه بار با ما امتحانی بیای بری ببین خاله رو دوست داری یا نه. خب خاله امروز نازنین جلو نشسته، فردا شما بیا جلو بشین. دعوا نداره که. عشق خاله. آها دیدمش، همین دروشگی است. آره خاله. آره خاله. من ببرمت روی پل برات دختر نازم. و خاله جون این فیشو برمیداری میدی به مامانت. همین الان رفتی سلام علیکی به مامانت، گمش نکنی یا میدیش به مامانت. من به مامانت زنگ میزنم. باشه عزیز دلم. از فردا دیگه شما میتونید واسه خودتون فلش بیارید، هر آهنگی دلتون میخواد بذارید. من از اون خاله های بیمزه نیستم که شما آهنگ خارجی بیاید بگم. همه چی گوش میدم. همینجاست، همینجاست. دخترم مواظب خودت باش، وسایلتو جا نذاری یا قربونت برم. به مامانم سلام برسون. احمینتون فقط شما موندی تو ماشین دختر قشنگم. انشالله شما رو بذار خونه، میخوام برم هایپر فامیلی تخفیف پلکانی گذاشتم. بیا ببین تازه کمپینه طلای خرید کنه مرداد ماهشونم باز تمدید کردن. هر هفته هم دارن 5 تا شبش طلای 20 گرمی جایزه میدن. میخوای به مامانت بگی شاید اصلا شما برنده شدی. خاله خوشت اومد از محیط؟ خاله دوست داشتی؟ دیدی که من از همه بیشتر به تو اهمیت دادم. باشه خاله کم گذاشت المیرا، خاله واسه تو کم بود. پس برو به مامانت بگو ایشالا ثبت نامت کنه، فردا صبح خواب نمونی. باشه دارت بگردم با دوستای جدیدت بیا. باشه خدا.